سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ ناروتو سنپای هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو من میخوام بهتون یاد بدم که تامنیل ماینکرافتی خودتون رو بسازین و یه جوری هر جایی که دوست دارین کاستومش کنید یا هر جایی که دوست دارید بسازینش. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و خوشحال میشم یه کامنت واسه من بذارید. بزنید بریم سراغ ویدیو. ماینیمیتور رو اینجا باز میکنیم. من از ماینیمیتور جدید واسه یه تامنیل استفاده میکنم و برای اول اینکه میخوایم اسکیم صحبت کنیم این کرافتینگ تیبل این بالا میزنیم و اینجا خودش رو کرکتر هست آلردی. میای اینجا اگر اسکیمتون اسلیمه میذارید رو اسکیم و اگر من میذارم رو الکس. بعد بچه از اینجا میایین اسکینتون رو باشه. حالا که اسکینتون رو وارد کردین اینجا روی کریت میزنین و اسکینتون اینجا ساخته میشه واسهتون میاد و این الان اسکین ماه و میخوایم بهش حالت بدیم و بهش آرمور و اینجور چیزا بدیم. چرا اینجوریه؟ میشه بکم یک کوچولو خب الان میخوایم بهش حالت بدیم بعد بهش آرمور بدیم. چرا؟ چون اگر الان اینجا چیز کنیم سخته، یعنی همون اول باید ما اینجا حالت ها رو بدیم بعد بهش آرمور بدیم. زهرا مرادی مادر خراب پدر ببخشید بچه ها، معذرت میخوام بچه ها، عشقای منی، باید این واقعیت ها رو بگم. بزن بریم. モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ خب حالا که حالتهای اسکینمون رو بهشون دادیم میایم توی اینجا تو کرافتینگ تیبل اسپیشال بلاک رو انتخاب میکنیم و اینجا رو به خاطر آرمورش که میخوایم بهش بدیم میزنیم اینجا آرمور رو ما سرچ میکنیم. آرمور اومد، ما به اینجا هیچ کاری نداریم. اوپن آرمور ادیتور رو میزنیم و از اینجا حالا دوست دارین حالا هر متریالی میخواید باشه دوست دارین انتخاب کنید. من مثلا میخوام بذارم ندرایت. خب این آرمور من شد. میخوام یکم پترنم بهش بدم. خب اینم از آرمور ما. من پترن رو بهش دادم، متریالم بهش دادم. شما اگر میخوایی ندید مشکل نه. کریت رو میزنم میام میذارمش اینجا و حالا از این گوشه من این بادیمو میبندم روی آرمور یه بار کلیک میکنم میگیرمش و میندازمش روی این بالا یا همون الکسه. رو الکس میندازمش. حالا تیک پوز رو من اینجا روشن میکنم. خب بچه ها حالا که آرمور رو گذاشتیم میخوایم چیز کنیم، تکست بذاریم. میایم اینجا توی گزینه تکستمون رو روی تیری میذاریم و انتخابش میکنیم. میذاریمش اینجا و میایم تکستمون رو ما تغییر میدیم. اسممون رو میذاریم ام ناروتو ام. خب حالا میام میچرخونمش که نه اول باید بیم سایزش رو اوکی کنیم. سایزش رو من میام میذارم روی 4. خب روی 4 و میام میچرخونمش. حالا که تکستمون اوکی شد میایم اینجا تو بخش آیتم. اینجا ندرایت، حالا آیتمی که دوست دارین رو من اینجا انتخاب میکنین و من حالا اینجا ندرایت سورد رو من برداشتم میذارمش اینجا. باشه حالا تو هر پوزیشنی که دوست دارین قرارش میدین. حالا میخوام شیلد دستش بدم. دور نیوت اسپیشال آیتم و اینجا من شیلد رو سرچ میکنم و میارمش.
میذارم اینجا. حالا میام تنظیمش میکنم. این از این. و حالا من میخوام کمی بچرخونم این ورتم نمیزنم. شد خب حالا میرسیم بخش مهم، بخش نور پردازی. اینجا این آیکون من باز میکنم، میام کامل نور پردازیش رو بچه درست میکنیم. من دوست دارم نور نارنجی بیاد روی صورت کاراکترم و اسکینم. بعد بگیران اینا رو خاموش میکنیم و یک کامرا ایجاد میکنیم. اینجا کامرا رو ما میذاریم و حالا رندر رو میزنیم، رندر ایمیج رو میزنیم. حالا اینجا حتما یه باشه ریموو بک‌گراند رو بزنیم، خیلی مهمه. ریموو بک‌گراند رو میزنیم و حالا اینجا روی ایمیج سایزش رو میذاریم رو 4K و حالا به هر اسمی که دوست داشتیم ما ندارمش. من حالا یه اسم همینجوری علیکی میزنم و سیو. حالا که سیو شد، اگر VPS فوتو رو داشته باشید اینجا رو گزینه ادیت میزنید و میایین فقط اسکینتون رو انتخاب میکنید. سیو رو میزنید، کانفریم، اوپن. این الان اسکین شما ساخته. حالا چون من اینجا یکم خیلی بد شد و بی‌حوصله داشتم کار میکردم، من خودم اسکین آماده دارم و میارمش توی فتوشاپ. بچه من واسه تامنیلم از پیجی پک استفاده میکنم و اسم یوتیوبری که این پک رو ساخته میذارم واسهتون توی دیسکریپشن، حتما تابش کنید. و اگرم پک رو خواستین میتونید از کانال تلگرامی من یا کانال تلگرامی اون شخص برید دانلود کنید و استفاده کنید. خب بچه اینم اسکینای آماده ای که من واسه تامنیل دارم و حالا بریم فتوشاپ باز کنیم. خب بچه وقتی فتوشاپ باز شد روی فایل و روی نیو میزنید و یک کاستوم درست میکنید به اندازه 920 در 1080. چی دارم میگم؟ 920 چیه؟ 1920 در 1080. بالای 1920 باشه، پایینی 1080. کریت رو میزنم. حالا من میخوام این بک‌گراند رو خاموش کنم چون که خاموش نکنم و از پک میام اینجا توی تکسچر و اینجا یه دونه از اینا رو حالا برمیدارم. حالا هر چی میخواست میام از اینجا میندازمش توی فتوشاپ. از اینجا میگیرم و بزرگش میکنم. میگم ای بابا اندازش که نیست، چیکار کنم؟ اشکال نداره، بیا. چطوری نادر کوچیکه؟ نادر کوچیکه. تموم شد. به همین راحت. این از این. خب حالا میایم توی ماینکرافت اسکای و اسکایی که میخوایم رو ما حالا از اینجا برمیداریم. بچه پکم حتما هست توی کامنت تلگرام، برید در استفاده کنید. میام از اینجا من اسکای رو برمیدارم، مثلا دوست دارم اینجا باشه، بزرگش میکنم و اینو میگیرم تا اینجا میکشمش. کم زیادی داره انگار پاره میشه احساس میکنم، پس اینو میگیرم تا اینجا. فکر کنم اوکی باشه. خب حالا این سراغ گرس میام اینجا خودش گرس داره. من گرس رو برمیدارم میندازم روی این و بله میبینم که اصلا اینجا اندازه نیست. حالا اشکال نداره، هرچی که هست دیگه، من چی بایش اوکیش میکنم. خب حالا اینو میزنم، کنترل تی رو میزنم اینجا میگیرم تا اینجا زیادش میکنم، بزرگش میکنم هر چقدر که دلم خواست و حالا از اینجا میگیرمش تا اینجا. تموم شد. همین. حالا روی گرس چیز میکنم، روی گرس همین نگه میدارم
کنترل شیفت A رو میزنم تا کامera را واسم باز بشه. وقتی کامera را واسم باز شد، حالا میام اینجا اکسپوژر رو کم میکنم، کنتراست رو زیاد میکنم و حالا تنظیماتی که دوست دارید رو بهش میگید تا یکم طبیعی تر بشه. مهم نیست، هر چقدر که دوست داشتین یا همین ساده باشه. حالا کارش کنید که مثلا گرسه یکم دارک تر بشه، بهتر اینجوری. حالا میریم سراغ اسکینامون. اسکینا رو ما باید بیاریم توی ادوبی فتوشاپ. من اسکین اولم انتخاب میکنم چون اسکین آماده داشتم. اسکین هم همونجوری میندازید توی فتوشاپ. اسکین بزرگ کنم که دلخواه هم هر چقدر که دلم خواست بزرگش کنم و میذارمش این وسط. قبل از اینکه کاری انجام بدیم میام این بالا و از اینجا من لایه تکستم و کنترل جی میزنم. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. و حالا که کنترل جی زدم اسکینم رو انتخاب میکنم، دوباره کنترل شیفت A، کامera رو واسم باز بشه. کامera که واسم باز شد، بازم میام کار میکنم که اسکینم کم دارک تر بشه. به خاطر این گفتم که این لایه تکست رو اول جدا کنید، بخاطر که من اگر الان بگیرمش میبینید یکم تیره تره، مثل همین گفتم. میذاریمش همینجا. میایم اینجا توی شیپ و شیپ مستطیل رو من انتخاب میکنم. حالا توی خود پیجی پک هست، اینجا میتونید توی همین دو بعدی اینجا خودش هست. اینا مثلا سایه پلیر رو بعد سایه نیم رو داره، اینجا میتونید استفاده کنید. اما من حالا دوست دارم که خودم دستساز درستش کنم. میام اینجا این رو صفر میکنم و حالا میندازمش زیر لایه تکست. زد رو میگیرم، روش زوم میکنم و کنترل رو میگیرم تاش چیز کنمش تا شبیه هم خود متنم کنم، یعنی یه جوری زیر سایه خود متنمش کنم. الان فکرم اوکی باشه. حالا همینجا توی لایه شیپمون من اینجا اوپاسیتی رو میارم پایین که شبیه تقریبا شده سایه بشه. اوپاسیتی رو من میارم پایین، همینقدر فکر کنم اوکی باشه. 64 بذارین شما هم اگر دوست دارین. حالا میریم سراغ سایه زیر پلیر. میایم اینجا شیپ رو انتخاب میکنیم و بیزی. همینجا یه شیپ واسه هم درست میکنیم، یه بیزی شیپ و میاریم زیر پلیر. حالا میایم از قسمت اوپاسیتیش رو میاریم پایین. همینقدر فکر کنم اوکی باشه. حالا میریم سراغ اسکین دوم. اسکین دوم من حالا واسه خود تامنیلمه، میارمش میذارمش اینجا، بزرگش میکنم، میچرخونمش و میارمش همینجا میذارم. حالا روش دوباره کلیک میکنم، کنترل شیفت A رو میزنم. ولی خب حالا بده واقعا اهمیت بدین، خوشگل نمیشه دامنتون، جذب نمیکنه کسی رو. خب این از اسکین دوم من، میذارمش همینجا بمونه. حالا میخوام یه افکت واسه شمشیرم بذارم که یه افکتی داره ازش بیرون میاد. اگر تو تامنیل دیده باشید این افکت باز هم توی پیجی پک هستش، میتونید خودتون اینجا پیداش کنین. میایین اینجا تو ماینکرافت افکت و من این پایین یه افکت هست واسم، میام اینجا. حالا جایی که دوست داشتم تنظیمش میکنم. حالا اینجا یه افکت واسش میذارم. حالا میخوام آلت رو من نگه میدارم، میارم پایین اسکینم میذارمش و اینجوری
جوری که میخوام تنظیمش کنم. فکر کنم همینجوری اوکی باشه، ولی حالا خب من برش میگم هم سر جای قبلیش. و خب حالا میریم سراغ تکست. من اینجا تکست رو باز میکنم، میارم اینجا و میندازم. حالا میام اینجا یه تکست دیگه من باز میکنم و مینویسم ماین کرافتی، میذارمش اینجا و میارمش پایین تکستم، یکم کوچیکترش کنم میذارمش اینجا. خب حالا روی آموزش من کلیک میکنم، آموزش تامنیل، میام اینجا بخش استایل ها. بچا کل استایل ها و چیزایی که من توی این ویدیو استفاده میکنم همشون توی پک هست، میتونید برید دانلود کنید. حالا این استایل مورد نظرم واسه تکست انتخاب میکنید. من یه استایل خوبی پایین دیدم، این استایل رو من میندازم. حالا میام ماینکرافتی رو انتخاب میکنم و میام پایین بچا، چون من همینجوری دارم راحت انتخاب میکنم به خاطر اینکه من فاکینگ این ویدیو رو 4 بار ضبط کردم. این فاکینگ من این ویدیو رو دارم 4 بار دارم ضبط میکنم، هر 4 بارم 40 دقیقه هست. ببین چقدر دیگه بدبختم. خب نگاه چی شد. و این ماینکرافتی. حالا بخش ایموجی، من یه ایموجی اینجا میخوام، میام اینجا ایموجی رو انتخاب میکنم و هر ایموجی که دلم خواست رو میندازم اینجا. میام اینجا کوچیلش میکنم و اینجا میذارمش و میام پایین ماینکرافتی اینجا درگش میکنم. یکم اینا رو به هم نزدیکتر میکنم جمع جور باشه. حالا میریم سراغ پس زمینه تکست ها. برای پس زمینه تکست ها همینجوری نیاین یه براش بردارین بذارین روش، یه نیو لایر میزنین و این لایر رو میندازین تو بالاترین حد ممکن. نه ببخشید هم بالاترین حد ممکن باشه، اشکال نداره، بهش میگم. براش ها هم حتی بچه براش هایی که من اینجا کلش دارم اینجا توی پک هست، کلش توی همون پک هست، میتونید برید استفاده کنید، لذتش ببرید و بعد من این براش خوبی استفاده کنم. خب یه دونه اینجا کلیک میکنید، همین یه دونه باشه. خب همین یه دونه که ری تو تامنیل نه داشت، کنترل تی رو میزنی بزرگش میکنی، تموم شد. حالا برای اینکه یکم قشنگ ترم بشه نرینی تو تامنیلت میای پایین و یکم دیگه پایین تر دقیقا همینجا اینو میزنی، کنترل تی رو میزنی، کنترل رو نگه میداری، جایی که نیست رو یکم باریک میکنی، جایی که تکست زیاده رو کشش میدی. تموم شد به همین راحتی. باشه به نظر منم تکستاتون رو همینجوری نیاین یه لایه تکست ایجاد کنید، بد میشه. همون یه تکست چیز درست کنید، یه لایه بزنید، یه لایه اضافه کنید و تکستتون رو روش بذارید. میتونید بیشتر تغییرات تو تکستتون ایجاد بشه. میدونید چی میگم؟ خب الان میریم سراغ اروها. بعد میام اینجا، من تو هم پی جی پک قسمت ارو هست، ارو رو من انتخاب میکنم و حالا این ارو رو من میندازم اینجا. من این ارو رو خیلی دوست دارم، من میام اینجا یکم اینجوریش میکنم کوچیکتر و انگار اشاره داره به شخص این پلیر و اسکین من. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام یه عینک واسه این اسکین اینجا بذارم گوشه. میام اینجا دو بود رو انتخاب میکنم، اینجا عینک های این هست، میدم اینجا، میارمش اینجا، برعکسش میکنم و کنترل میگیرم یکم جمع جورش میکنم و میذارمش همینجا.
بخش آیکون واسه آموزش من به فتوشاپ و چیز نیاز داره. بخش تامنیل من به فتوشاپ نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی آیکون فتوشاپ. من میام تو همین پیجی پک، اینجا خودش تو قسمت لوگو یه لوگوی فتوشاپ رو داره. من میندازمش اینجا و کوچیکش میکنم، میذارمش دقیقا همینجا. و من چیز رو دارم اینجا توی قسمت دانلودهای من، اینجا هست ماینیمیتور، آیکونش هست ماینیمیتور، آیکون ماینیمیتور هست، ببینم چی میگه. آیکون ماینیمیتور هست و اینجا میذارمش. تموم شد. به همین راحتی. بچه حالا همینجوری نگذارین ازش، خودتون چیزش کنین، خودتون همه این چیزها رو درست کنین. میفهمین چی میگم؟ یعنی خودتون برید توی کامera رو همه چی روتیت کنین. خب حالا یه بار دیگه من ارو رو میخوام، یه ارو خوشگل این ارو برش میدارم و به اینجا اشارش میکنم. تموم شد. اینم از تامنیل خوشگل ما. و آره میام اینجا کنترل شیفت اس رو من نگه میدارم، میزنم کپی تو سیو تو کپی PNG رو میزنم و سیوش میکنم. سب میکنم تا اینجا سیوش کنه اگه بیاد. خب سیو شد. تموم شد. حالا میام اینجا اینها، این تامنیل خوشگله ما. سب میکنم تا لود کنه. به این تامنیل خوشگله ما. فقط این اینکش کنزش شد، حالا بعدا اوکیش میکنم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. کل چیزایی که من استفاده کردم اینجا، پکو استایل ها و براشا و اینا، همه چی اون توی چیز هست، همش توی پک هست، میتونید برید استفاده کنید. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. لایک و ساب فراموشتون نشه. من برم تا ویدیو بعدی. فعلا خدا حافظ.